به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، با شما هستم جهت آموزش میوزسکور استودیو 4. بازش کردم، میگه من آپدیت کن. چون طول میکشه نمیخوام. میام یه دونه اینجا کلیک میکنم، یک دونه اسکور جدید برای خودم باز میکنم. وقتی که باز میکنم یا باز کردم به من میگه اینسترومنتات رو انتخاب کن. خب من یکی فلوت که اینجا هست روش کلیک میکنم، بعد اینو میزنم میاد این طرف اضافه میشه و مثلا گیتار رو نمیبینم، اینجا کلاسیکال گیتار رو میزنم میبرمش این بر و مثلا وایلین میخوام، منتها سکشنش رو میخوام، جمعی از وایلین ها. اومد اینجا اینم دان. البته کاش دان رو نمیزدم. برمیگردم از قبل بهتون یه موضوع دیگر رو بگم. قبل از دان، یعنی دان زدم اینجوری شد، اینو دیدین دیگه. قبل از دانم یه حالت دیگه داره، اینکه شما میتونین خیلی چیزا رو انتخاب کنین. پس اینو دوباره میرم، فلوتم رو انتخاب میکنم. بعد فلوت چی داشتم؟ کلاسیکال گیتار داشتم، بعد وایلین سیکشن داشتم، همه هستن. تازه میتونم اینا رو روشون کلیک کنم اینجوری بالا پایین کنم. خب الان مثلا همین ترتیب راضی میکنه. نکست رو میزنم. اینجا گام رو میتونم انتخاب کنم. من میام سول ماژور رو انتخاب میکنم یا همون می مینور رو. بعد اینو مثلا میزنم 5/4 که البته اینم میتونم تغییر بدم. عدد کسری و پس همون تایم سیگنیچرم و 5/4 رو انتخاب کردم. 5/4. بعد تمپوم رو اینجوری انتخاب میکنم که اگه اینجوری باشه 1 2 3 1 2 3 1 2. در نتیجه من دوست دارم مثلا چنگ بشمارم. البته اونم دوست ندارم، ولی خب حالا تمپوشو نمیدونم، مثلا 110 میذارم. خب تعداد میزانها میام اینا رو مثلا 8 میذارم. اسم خودم مینویسم به نام برای کامپوزر آهنگساز. تایتلمو میذارم مثلا شب خیلی تاریک، یک شب خیلی تاریک. A very dark night. اینجا چرا کپیتال شد؟ dark night. بعد ساب تایتلمو مثلا میذارم نوکتورن مثلا 1. بعد خب من شاعر ندارم، اینو کار ندارم. کپی رایتم رو مثلا میذارم مکتب خونه. مکتب خونه .org. و میام چرا بک زدم؟ بک زدم؟ نوشتم. آره دانه میزنم. جلو چشم چیز میکروفونه، درست نمیبینم که کجا کلیک میکنم. خب الان این صفحه رو برای من آورد و من میتونم تو شروع کنم به نوت نویسی. میام اول بر پایه این گام هم سیکل آکورد میچینم، مثلا اینطوری. الان دارم سیکل آکورد می مینور میچینم.
نکن رو همین کلیک میکنم یه نقطه میزنم، نقطه روی کیبورد و شد سیاه نقطه دار. رو همین کلیک میکنم وقتی بخوام یا اینو میزنم یا اینکه وقتی اینو بخوام 5 رو میزنم تبدیل میشه به سیاه. حالا میخوام نقطه دارش کنم، میتونم اینو بزنم، میتونم این نقطه روی کیبورد رو بزنم و شد این. و بعد اینو دارم 1 2 3 1 2 3. دوباره اینم نقطه دارش میکنم، سیاه نقطه دار شد 1 2 3 1 2 3 1 2 3. اینجا مثلا چنگ میذارم. باز اینجا نکن من برای نوشتن خیلی مهمه اینو بدونید. الان اینجا کلیک دارم میکنم، هیچ اتفاقی نمیفته، نمیتونم نوت بنویسم. اگه N روی کیبورد رو بزنم میتونم نوت بنویسم، دیگه نمیتونم رو اونجا کلیک کنم. وقتی کلیک کنم میشه نوت. اینجا هم به همین منواله. الان بس من N رو زدم که میتونم اینجا این رو بنویسم. اینو باید تبدیلش کنم به سیاه نقطه دار. نقطه رو زدم، اگه بردارم نکنه اینجوری میشه، نقطه رو میزنم میشه سیاه نقطه دار و اینجا اضافه میکنم. همینو کپی میکنم، کنترل سی، میام اینجا کنترل وی پیست میکنم. بعد اینو تبدیلش میکنم به ر فا دیز لا. روی فا کلیک میکنم، اینجا اینو ندارم ها، اینو نزدم. اگه اینو بزنم نمیتونم روی اینا اینجوری کلیک کنم. بعد جهت نمایی به سمت بالای کیبورد یه دونه میام، اینجوری شد همون فایی که توی گام من تو سرکلید من DS تشریف دارد. خب چه باحال. و اینجا یک لحظه اینجا یه کاری میخوام بکنم، خوبه دیگه بهتون توضیحش هم میدم. F12 رو میزنم، ببخشید F10 رو میزنم، این میکسر رو برای من باز میکنه. اینجا صدای گیتار رو میتونم یکم بیارم پایین، خیلی رو مخمه. خب دوباره F10 رو میزنم، این میره. البته میتونم قبل از این کار یکم ریورب هم بهش بدم. من اینجوری تون دارم توضیح میدم به خاطر اینه که شما رو عاقل و باهوش و مسلط به همه چی دارم فرض میکنم و مطمئنم که این فرضم کاملا درسته و من نمیخوام بیام توضیح بدم این نرم افزار است مثل آموزش های دیگه. بیایم بالا روی فایل کلیک کنید اوپن، بعد موس را حرکت میدهیم. این چرت و پرتا رو نمیخوام بگم. فرض رو بر این میگیرم که شما همتون کامپیوتر مسلطین، نوت نویسی هم بلدین، حداقل یکی دو تا نرم افزار دیگه بلدین و الان فقط میخوایم با این آشنا بشین. اگه کامپیوتر جلوتون باشه این ویدیو رو دارین نگاه میکنه خیلی راحت میتونین باش پیش برین. و میام اینجا مثلا مای میوزیک، فقط نیستم مکتب خونه، یه دونه قبل ساخته بودم، رکوردم به مشکل خورد قطعش کردم، سیفش کردم. خب کنترل اس رو زدم رفتم سیف کردم مثل همه نرم افزارا. خب اینو کپی میکنم، باز میام اینجا پست میکنم، دیگه نمیگم کنترل وی رو میگیرم کنترل سی رو میگیرم، به خدا اصلا سر میره اینجوری توضیح میدم. خب الان می مینور بود میزنم، اول میزنم، دوم ر ماژور بود، بعد میام وارد همینجور دارم میام پایین با جد نما وارد دو ماژور میخوام بشم، منتها شد دو مینور. توقعش هم داشتم چون از روی می مینور، از روی یک آکورد مینور اینو کپی کردم. روی میا کلیک میکنم که بمالن یه دونه میرم بالا، شد دو ماژور من. اینجا میام مثلا دوباره همینو خب خوب ماژور کپی میکنم میارم اینجا و وارد نوت سی شدم.
ردیز اوکی، گاممون چون می مینور میشه ایرادی نداره و بعد اینا حتی 7 هم میتونم بکنم. بیام لا اینجا اضافه کنم. اینو زدم که بهم اجازه نوشتن و ببینید الان اینو دوباره میزنم نمیتونم بنویسم، اینو میزنم میتونم بنویسم. اینجا میگه سیاه نقطه دار که رو چنگ که جا نداره، اگه بذارم اینجوری میشه. خب در نتیجه دوباره کنترل زد رو میزنم، میام اینجا اول میخوام تبدیلش کنم به چنگ که شماره 4 رو میگه رو کیبورد بزن. بیا شماره 4 نقطه‌ش هم خودش ورشته شده دیگه، نیاز نداره. اینا این شد سیکل ما، سیکل اسپانیش ما. خب من میام این دوتا میزان گرفتم با شیفت در واقع 4 تا میکنم. خب با شیفت و جدنمای به سمت راست شد 4 تا میزان اضافی بعدش. روش رایت کلیک میکنم، دیلیت میجرز رو میزنم و میزان من همینجا تموم میشه. ببینید این ویویی که الان من دارم، کنترل اس بزنم، این ویویی که الان دارم پیج ویوه. خب یعنی نگاه کن این بنزه صفحه کامله. معمولا موقع نوشتن خیلی وقتا آدم دوست داره بذاره رو کنتینیوس ویو و اینجا که باشه اینجوری نشون میده. مثلا این جلو خب ببین اینجوری نشون میده. چون تعداد میزانم کمه زیاد فرقش رو نمیفهمیم. فرض کنیم من همجا 8 تا میزان دیگه یا 80 تا میزان میذاشتم، اینا رو همه رو در جهت افق پشت سر هم قرار میداد. دیگه هیچ کاغذی نبود. و اگه روی این باشه چیه؟ این الان کنتینوس ویوه، ببخشید قبلش کنتینوس ویوه هاریزونتال بود. خب کاش اینا رو چند تا میزان بزنم بهتون نشون بدم. حالا خودتون میرین تست میکنین دیگه. یکیش مال اینه که شما در جهت افق اینا همه رو ببینید، احتمالا هم هاریزونتال قطعا از اسمش معلومه. یکی هم در جهت عمودیه، یعنی مثل همون کاغذیه که انتها نداره هرگز. کاغذ به اندازه بزرگ است که میزانهای من وجود دارد. خیلی خوب، شما الان اینجا ببینید وقتی که اینجا کلیک میکنم یعنی از این میزان بزنه. خب من یه اسپیس میزنم پلی میکنه، چون میزان خالیه صدایی برای من تولید نمیکنه. اگه مستقیم اینجا کلیک کنم تمام لاین ها رو با هم دیگه پلی میکنه. ببینید الان فقط اون لاین فلوت بود، حالا اینجا کلیک کردم بعدش اینجا کلیک میکنم، حالا میگه باشه همش. الان داره 3 تا لاین رو برام پلی میکنه، چون فقط گیتار نوشتم صدای گیتار میشنوید. بعد میخوام اینجا یه دونه علامت تکرار رو بذارم. این کارا رو میام از توی پلت انجام میدم یا از توی اینها میام پیداشون میکنم که توی بارز ها میشه. من الان چشمم نمیبینه اینا بار لاینز. بعد اینو کلیک میکنم اینجوری میشه. بس اول اینجا کلیک کردم بعد اومدم بار لاینز اینجا کلیک کردم، یا اینکه کنترل زد رو دوباره الان میزنم هیچی نیست انگار. میام اینجا اسمشو مینویسم ریپیت. خب الان من اینو میخوام دیگه، اینو میگیرمش با کلیک میارم میکشمش جایی که خودش بچسبه، این قرمزش هر جا چسبیده ولش میکنم هر جایی که دارم میخواد و شد مال اینجا. پس اینم یه راهش. اگه بخوام سرعتش رو کم و زیاد کنم بدون اینکه در حقیقت کم و زیاد کنم، فقط پرویو رو کم و زیاد کنم، با این انجام میدم. درصدی کم میکنه. بعد درصدش رو اینجا مینویسه، خود عدد تمپو رو چیز میکنه، محاسبه میکنه، اینجا مینویسه. الان 88 گذاشتم در صورتی که 80% کم کردم. خب بعد اگه از این تمپو خوشم بیاد چی کار میکنم؟ میام اینو عوضش میکنم، تغییرش میدم به 80. روش کلیک کردم مینویسم، همین به این راحتی. حالا من کنترل زد رو میزنم چون همون تمپو خوب بود.
بعد اینا هم اگه پشیمون بشم روشون دوباره کلیک میکنم، اجازه نوشتن میده، حالا هرچی من دیدی هستم. یا مثلا اینجا همینطور، اینجا هم همینطور. و کپی رایت هم این پایین تو پیج ویو بود. اگه اینو بزنم رو پیج ویو، کپی رایت هم اینجا نمایش داد. با قربیلک ماوس اسکرول کردم تا این پایین و دیدینش. خیلی خوب، اینجا رو من گیتارش نوشتم، حالا میخوام فلوتش رو بنویسم. یک کنترل اس دوباره میزنم، اینجا کلیک میکنم، اینو میزنم. میخوام بیام روی مثلا چنگ. چیکار میکنم؟ ببین اینا به ترتیبه 1 2 3 4 5 6 7. خب باز 8 میشه گرد مضاعف. اینم نقطه دارش که با خود نقطه است. سکوت هم بعد از اینکه دیرند رو انتخاب کردین سکوت رو انتخاب میکنیم میشه اون. این هم که دو بمول و بکار و دیز و دوبلیز و این تایی که نوشته با تی میذاری هم خط اتحاده. این هم در واقع اسلور که با اسه که با اس که توسط اس نوشته می شود. به این میگیم همون لگاتو فکر کنم. آره دیگه، چون داره میره بالای همون لگاتو ماست. و اینجا باز مراکاتو، اینجا اکسنت رو داریم، اینجا تنتور رو داریم. به این زیاد کار نداریم برای تریاله کردن. کار بهتری داریم. مثلا اینجا اینو دوباره میزنم، الان به من میگه نوت بنویس، نمیخوام. اینو میزنم، میام روی این کلیک میکنم، مثلا اینو تبدیل، اون خیلی زوده، مثلا اینجا اینو تبدیل میکنم به تریوله. روش کلیک کردم، بعد تریوله رو میزنم. خب نکنی روش کلیک کردم، گفت کنترل تی رو بزنی، این اتفاق میفته که به تو اجازه میدم این کار رو انجام بدی. اگه هم نخوام این کار رو بکنم، همونی که قوش گفته، کنترل روش کلیک میکنم، کنترل میگیرم، 3 رو میزنم و این اتفاق میفته. و من میام یه کار جالب میکنم، کنترل سی میزنم، اینجا کلیک میکنم، کنترل وی میزنم، کپی میکنم، میام اینجا کلیک میکنم، پیست میکنم، اینا رو روشون کلیک میکنم، با کنترل گرفتم دوتاشون رو، دیلیتو میزنم و اینجوری شد. به جیگرشو. خب برای این فلوت قبل از اینکه بنویسم من مطمئنم که به ریورب خیلی زیادی احتیاج خواهد داشت. 10 رو میزنم. برای این کلاسیکال اینجاست، فلوت رو مثلا اینجا قرار میدم، براش یه ریورب خیلی مشتی میذارم. برای ویولونم یه ذره ریورب میخواد، خیلی هم صداش کم میخواد و دوباره 17 رو میزنم، خروج میکنم. خب همینطور که دوباره ورود کردم، من وسواسگونه کنترل اس رو دوباره میزنم، سیو میکنم، اینجا شروع میکنم به نوشتن. برای که مطمئن بشم که دارم روی همینجا تمرکز میکنم، روی این کلیک میکنم، اینو میزنم و برای من تکرار میکنه. اینجا هم کلیک میکنم که صدای اینو بشنوم. حالا شروع میکنم به نوشتن. اول تو ذهنم میارم میشه با این اینجا مترونوم میزنم، مترونوم هم چنگ خود دارم چیکار میکنم، یعنی داره چنگ سر چنگ داره چنگ. پس این الان از من میخواد که یه دونه سر چنگ انتخاب کنم. آها یه اشتباهی کردم. اینجا چی بود؟ اینو بعد از که نوشتمش دوباره این رو زدم قطع کرد، بهم اجازه حرکت موس داد، روش کلیک میکنم، تبدیلش میکنم به شماره 2 به شماره 3
به دلار چنگ 3 رو زدم شد این. خب پس میشه 30 دلار چنگ. دوباره انو اینجا کلیک میکنم، انو میزنم، یه دونه می میخوایم اینجا. خب اینو چون باگ داره اینو کلیک میکنم، دوباره کلیک میکنم، عوض شد. اینو اصلا تبدیلش میکنم به سفید. اینجا کلیک میکنم. به 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 جیگرتو بخورم. خب بعد چقدر من نابغم. خب اینو نوشتم، میمی داره دیگه اینجا. اگه بخوام این کاری بنویسم آکوردیون نره، روی یکی از نوت های این میزان کلیک میکنم، اینجا هر کدوم فرقی نداره. مثلا تیو میزنم، ببخشید اشتباه کردم، میام اینجا تکست رو مینویسم، فکر کنم یه چیز دیگه از تکست چیزو میخوایم، استاف تکست رو میخوایم. خب وقتی زدم دقیقا همونجا این آورد، رو همین 2 تا کلیک میکنم یا 3 تا، هر موقع اجازه داد شروع میکنم به نوشتن، مینویسم EM. خب یعنی میمیداره. حالا همینو کپی میکنم میارم اینجا، مینویسم چی؟ ر ماژور. میام اینجا مینویسم دو ماژور، میام اینجا مینویسم سی ماژور 7. خب الان ویولن رو مینویسم. دقیقا از ضرب 3 شروع میشه. اینجا کلیک میکنم، خوب شد. همه چیز دیگه داریم الان آموزش میدیم. اینو برش میدارم، متانش باش. میام اینجا دوباره کلیک میکنم، انو میزنم، بهش میگم یه دونه سیاه بردار اینجا بذار. خب دوباره انو میزنم، اینجا کلیک میکنم، میگم که دلم میخواد شما استراحت باشی، سکوت باشی. بعد میگه باشه چشم. بعد اینجا بعد اینجا شروع میشه نوت های ویولن من که دلم میخواد خب اینه دیگه. ببخشید درسته دیگه. اینو زدم دوباره رفت. اینو اینجوری میام با شیفت و جهت نمام کپی میکنم، میام اینجا اینو میذارم اینجا، یه اکتاو میارمش پایین تر، با اکتاو پایین با کنترل و جهت نما همزمان بود. خب بعد میام اینجا 2 تا عادی پایین تر، اینا رو میخوام بیارم تو گام، یعنی سی به عمال دیگه. خب بردم بالا شد سی. و اینا یه قرمزی یعنی توی توی ویولون به راحتی گرفته نمیشه یا گرفته نمیشه. معمولا قرمزی یعنی گرفته نمیشه. در نتیجه چه خوبه به شما ارکستراسیون یاد میده. اینجا من اینو روش کلیک میکنم، کنترل گرفتم کلیک میکنم که هر ستا رو کلیک کنم. بعد با کنترل جهت نما میبرمش یه اکتاو بالاتر. بعد این فا رو میبرمش بالا که بیاد توی گام. از اینجاش گوش میدم، کلیک میکنم، اینجا کلیک میکنم، بعد اسپیس. چی شد؟ صداش نیومد. آها صداش خیلی کمه.
10 11 آره درست بروشم کمتر 17 چقدر مشتی میزنه میام بالا با جدنما اومده وقتی اشتباه نوشتم این از این نوتاییه که به سختی گرفته میشه ولی من یک دونه نوت دیگه هم میخوام این یک دونه رو تبدیلش میکنم به حاج آقامون اوه تا سفید هم میشه درست به به آهنگساز به این خوبی جانم بعد حالا اینجا همه رو پاس میدم به ویالون یعنی میاد انقدر که ویالون چیز داشت چی بود نوتش دو می سول سی آره دیگه سی خوبی داشت که اینجا دو می سول بخش سال خوبی داشت میام اینجا ادامه میدم همینو اون کلیک کردم نقطه دار بعد مثلا میذارم بعد میام میزنه بعدی به سکوتش کار ندارم خودش گذاشت کلیک میکنم خب من اینجا ترجیح میدم اینو شیفت جهت‌نما اومدم همه رو گرفتم میام بالا تا سول بود آره میام تا فا فا ببخشید چیکار کردم تا می اومدم اینجا میام تا فا بعد میشه می اینم میشه دیز ما خوبه خب اینجا میخوان در جوابش فلوت بزنم تو میزان آخر داره اینجا توی ضرب پنجم من چیزی میخواستم در نتیجه اینو یه گردش میکنم سکوتو خب بعد میاد اینجا و من داره که اینجا یه دونه سیاه اول انتخاب میکنم بعد انو میزنم یه دونه جلکی مینویسم بعد اینجا کنترل 3 رو میزنم شد تریوله حالا اینو قراره که بیارمش توی گام توی آکورد خودمون خب فقط به خاطر که با چند تا چیز دیگه هم آشنا بشیم
الکی دیگه الان نوشتم دیگه قطر، خب مدت دستکاریش میکنم. مثلا میام اینجا کلیک میکنم رو پیج ویو دیگه. خوبه اینجا یه دونه اینتر میزنم. چه اتفاقی افتاد؟ از همین میزان رفت خط بعد. ببینید دوباره برمیگردم 3 میزان بود. میگم که نمیخوام میزان 3 تو این خط باشه. اینجا اصلا نمیخوام این دوتا میزان باشه. اینجا میریم یه دونه اینتر میزنم یه میزان، اینجا یه اینتر میزنم دوباره میره خط بعد. هر خط رو میخوام یک میزان کنم. خیلی تنبلی شد. خب الان اینجا برای چشم خیلی خوبه اینطوری. دلم میخواد اینو مثلا بکنمش گیتار خالی. روش 2 تا کلیک میکنم، بعد برای من یه پنجره وا کرد، رفته بود تو مانیتور، رفتم آوردمش اینجا، تبدیلش میکنم به گیتار. ببینید اسم میزان از خط اول اسم خطای بعدی. خب مثلا من میگم خطای بعدی هم جی خالی بذار با نقطه. درست شد تی خالی. اوکی اینجوری شد. این هم اینجوری شد. خب الان من اینو میخوام تغییرش بدم. ببینید اینجا رو داینامیک میام، رو همین پالت ها اینجا می نویسم داینامیک، میتونم بگردم سرچ کنم. خب توی داینامیک اگه میگشتم که اینجا بود، مگر نه اینجوری چی گفتم؟ خب بعد اینجا انتخاب میکنم که مثلا این مزو پیانو باشه فلوت ما، ولی گیتار ما مثلا پیانو باشه، بعد مثلا ویولون ما مزو فورته باشه. خب بعد من از این نوتی که برای گیتار نوشتم یه ذرهش خوش آمد، کپی میکنمش اینجوری میارمش توی فلوت. خب بعد اینهاشو نمیخوام، اینو دیلیت میکنم با شیفت گرفتمش. خب اینم با کنترل و دونه دونه کلیک و در نهایت هم دیلیت. خب حالا میمونه اینا هیچ کنون تو گام نیستن. با کنترل جهت نمای اکتاف بردمش بالا و این هم دیگه فلوت که نمیتونه اینجوری بزنه، پدرش در میاد اینجوری می‌نویسه. سیف میکنیم. ببینید شما با این پلته همه کار میتونید انجام بدیم. واقعا به معنای واقعی کلمه همه کار میتونید انجام بدیم. مثلا اینجا میتونیم یه دونه چیز بذاریم، دکرشندو بذاریم. میام اینجا توی داینامیک ها یا اصلا مینویسمش دکرشندو، اینجا تموم میشه به این شکل. و بعدش میام یه دونه البته دکرشندو رو از عقب‌تر میزنم، کنترل ایکس رو میزنم، میام اینجا دوباره پیستش میکنم و اینجا روی نوت کلیک میکنم. اینجا من ریتارداندو میخواستم، حوصله گشتن ندارم، مینویسمش ریت آوردش توی تمپو ها بود. خب ریتارداندو رو اینجا میاره این شکلی. خب بعد دیگه چه کار میتونم انجام بدم؟ مثلا میتونم که اینجا یه دفعه تمپو رو که کردیم، میام اینجا چیا داره بهتون بگم. آها اینجا می نویسم مثلا یه دونه دیز داریم اینجا. خب
مثلا میخوام بگم این ردیوز رو کجای گیتار بگیرید. این ردیوز رو اینجا 4 مینویسم. بعد خب این میگه که بیا سیم 4 بگیر و فرتش هم اینجا 1 مینویسم. دوباره میگه که بیا انگشت 1 بگیر. دوباره دیلیتش میکنم، چسبیده بود با اون یکی. خب اینا الهی شکرت. خب الان من اینو میخوام که بدم به یک کسی بنوازه دیگه، به یک گروهی بنوازه. اینجا رو فایلم کلیک میکنم و میرم سراغ اکسپورت گرفتن و اینجا هم میذاره که لاین ها رو پارت ها رو جدا جدا بگیرم. حالا من برای که ببینید یه دونه مین اسکور میگیرم، یعنی همشونو پی دی اف فایلمو میزنم و اینجوری میگیرم، اسمشو میذارم مک، یعنی مکتب خونه پارتیتور. خب بعد سیو. بعد میام اینجا دوباره اکسپورت میخوام بگیرم. این دفعه میخوام کلاسیکال گیتار رو فقط بگیرم یا ویولون رو مثلا بگیرم. بعد میاد اینجا مینویسم violins part. بازم هم مک اول بنویسم مک، البته مکس درست بود با آپاستروف اس. اینجا من دوباره یه اکسپورت میخوام بگیرم و اینو کلیک میکنم و این دفعه میخوام mp3 بگیرم. چرا mp3 میگیرم میدی نمیگم؟ میدی و اگه میخواد تو نرم افزار جایی ایمپورت کنه خیلی خوبه، یا حجم کم میخواد، ولی mp3 به من صدای مترونوم هم میده. وقتی نوازنده میخوان تمرین کنن صدای مترونوم بهش میدم، مخصوصا تو ریتاراندو خیلی به درد میخوره. حالا ریتاراندو خوب جاییه، میخواستم که بیارم شغل‌تر. اینجا فایل رو دوباره میزنم و میرم سراغ اکسپورت گرفتن. کجاست؟ اکسپورت و mp3 رو انتخاب میکنم، اکسپورت رو میزنم و اینجا میگم که مک ساوند. بله اکسپورت. خیلی خوب، کنترل اس رو میزنم این سیو بشه، میبندمش و بیام ببینیم چه کردیم. اشتباه کردم، این دوباره میبندمش. کجا سیو کرده بودم یادتونه؟ آها، در حالت عادی همیشه میره توی داکیومنتس، بعد اینجا توی میز اسکورز 4، بعد توی اسکورز، بعد اینجا ببینین چیزهایی که من دادیم مکا الان مورد استفاده ماست. یه پارتیتور داره، بازش میکنم. خب اینه خیلی شیک و بسیار خوشایند. بعد یه مکسند داره. چقدر چرند. خب بعد اینجا وایلنس هم برمیدارم. چیکار کردم؟ من اینو گرفته بودم مگه؟ آره گرفته بودم.
یادتونه اون تیکی که زده بودم هم رو وایلین بود هم رو مین بود، دوتاشو با هم برام خروجی گرفت. بس این هم الان یاد گرفتین میشه دوتاشو خروجی بگیریم یا 10 تا 20 هر چقدر که هست، همه تیک ها رو بزنیم همه رو با هم خروجی بگیره. این اصلش بود، این یکی فقط مال وایلینزش بود، خودش هم اسپازاری کرد. چقدر خوب. حالا میریم سراغ مایک وایلینز پارت که اینه، کل نوتایی که داره اینه، تو ریتارداندام دخیل نیست، هیچ نوتی نداره. خیلی خوب، این شما و این خوش به حالتون. خداحافظ.